سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز با هم دیگه به سوالات و کلمات موضوعی مبحث میوزیک به تلفظ کلمه دقت کنید، میوزیک میپردازیم. اما مثل همیشه ازتون خواهش میکنم قبل از اینکه شروع کنیم شما ویدیو رو پاس کنید، یک متن در رابطه با آهنگ مورد علاقتون بنویسید، اینکه خوانندش کیه، چرا اصلا این آهنگ رو دوست دارید، چند وقت به چند وقت گوش میدید، اولین بار کجا گوش دادید و اینکه آیا زمانایی هم که حتی اون آهنگ پلی نمیشه شما با خودتون زمزمه میکنید یا نه. خب immersive hit یعنی اینکه خیلی موفقیت آمیزه. میخوایم بگیم این آلبومه خیلی موفقیت آمیز بوده، خیلی طرفدار داشته، خیلی فروش داشته. immersive hit. be out of tune به معنای این هستش که ناکوکه، گوش خراشه بیشتر تا اینکه آدم لذت ببره. be out of tune. catchy tunes یعنی خیلی لذت بخشه، گوش جذب خودش میکنه که آدم گوش بده، تکرارش کنه، حفظش کنه، یادش بگیره. catchy tunes. contemporary music به معنای معاصر هست، مدرن هست. modern ما تو فارسی میگیم مدرن، ولی تو انگلیسی اگر بخوایم بگیم دیگه مدرن نمیشه، modern. contemporary. earworm song یعنی باز میشه آهنگی که خیلی تو ذهن میمونه، ما هی زمزمش میکنیم، حتی ممکنه که اون موزیک پلی نباشه ولی ما هی تکرارش میکنیم برای خودمون. میتونیم بگیم stuck in my head. expert musician یعنی یک موسیقیدان حرفه‌ای با تجربه. harmonic song به معنای این هستش که کوک هارمونی داره دیگه. ما تو فارسی هم میگیم هارمونی داره، حالا برای چه موزیک باشه چه برای نقاشی باشه. harmonic song. read music به چه معنا هست؟ دیدید کسایی که حالا یک سازی رو میزنن، دفتر نوت دارن و حالا یک سری نوت براشون نوشته شده که از روی اون انجام میدن. زمانی که شما میتونی که اون دفتر نوت رو بخونی که بعد یک سازی رو به صدا در بیاری، بهش میگن read music. singable song adjective هست به معنای اینکه انقدر خوبه که آدم باهاش میخونه. singable song چون دیدید بعضی از آهنگ‌ها زمانی که همه بلدن دیگه باهاش بخونن، خب پس این نشون میده که خیلی موفقیت آمیز بوده دیگه. singable song. uplifting song یعنی که به من انرژی میده، از دوباره به من انگیزه میده، منو سر حال میاره که حالا پاشم بقیه کارامو انجام بدم. uplifting song. up tempo هم یعنی که خیلی ضربای سریعی داره. capture wide audience یعنی مخاطبین زیادی رو به خودش جذب کرد، توجه مخاطبین زیادی رو، گسترده‌ای رو به خودش جذب کرد. حالا ببینیم چه سوالاتی ممکنه در رابطه با موزیک از ما بپرسن. اینکه موزیک مورد علاقه شما، آهنگ مورد علاقه شما چی هست، خواننده‌اش چی هست که صحبت کردیم در رابطه‌اش. ممکنه که از شما بپرسن که چقدر شما به موزیک اهمیت میدید، نقش موزیک در زندگی شما چجوری هستش و ازتون بخواد که توصیفش کنید. یک سوالی که خیلی پرکاربرده این هستش که چه آهنگی هستش که داستان زندگی، انگاری که برای داستان زندگی شما نوشته. حتما روی این سوال کار کنید. اینکه
بچه بودید بیشتر چه سبک آهنگهایی رو، موزیکی رو گوش میدادید؟ اینکه حالا توی کشور شما مردم بیشتر چه ژانر موزیکی رو دوست دارن گوش بدن و اینکه حالا افرادی که سنشون بالاتر هست توی کشور شما بیشتر تمایل دارن چه سبک موزیکی رو گوش بدن و حالا سوالاتی از این قبیل که حتما سعی کنید برای این مباحث آماده باشید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.